Every night in my dreams I see you, I feel you. این های فشن خیلی غمگین اومدی نازنین. درگیری داری بگه با تماشاگرا؟ نشد دیگه. نه نشد دیگه. نگاه بدی که آینای مدلینگو کردی توی میشناختم، ولی من تو سال اخیر دورادور میشناختمشون، یکی دو بارم جای مختلف دیده بودمشون، براشون خوشم اومد. حتی فکر کنم 2024 میشه، یعنی یک سال پیش بهش پی ام هم داده بودم. ندیدی؟ چرا؟ یکم بعد اینقدر با هم صحبت کردیم. گذشت بودم یا اول فاز پله داره میاد. فکر کن تو شیراز ما همون ندیدیم تا آره اومدی چرخیدیم ولی استانبول اومدیم کف استانبول تو عشق ابدی پله داره میاد. بزه خوشگله. به منی یا به این؟ نه با اینم. بچی؟ اگه دختر باشه چی؟ دختره؟ ماده است دیگه. دختره؟ هی! به این گفتی خوشگله من نگفتی؟ نه خوشگله. مثلا ببین کلمه خیلی بده ها، ولی دیگه مرسوم بوده سالها و اینا. خاله زنکی به خدا باید بگن خاله مردکی. آره واقعا باید بگن دایی مردکی. یعنی وقتی آقایون اتفاقا وارد ماجرای مثلا صحبت کردن غیبت میشه خیلی بدتر از خانوما، یعنی از ریشه میزنن. مثلا خانوما در حد خیلی نرم و ملوه، ولی آقایون همچنان ریشه و بیخوبون میزنن. من میگم راجبی شیشه نوشابه این راجبی میتونم باش صحبت کنم. راست میگی بابا. راست میگی. من لاشخور نیستم غذا رو میز باشه یهو برام بشینم شروع کنم خوردن. تو اصلا نمیشه با شما حرف زد. روزم به خدا من جدی میگم. ساعت با طرف زدن ناراحت میشی. احسان. روزان. احسان خوب بگو اگه بلدی. چیزی همه رو خسته می‌کنه. روزان. من خواستم بگم احسان. رو پرسی دهنه چیزی. چیکار کنم باهوشم زمان. من خوشم الان همه دارن میبینن. آره رفتارمو دارن میبینن که چقدر تغییر کرده با آیدا. کسایی که باید ببینن دارن میبینن. دهنتو ببند دارم حرف میزنم. دهنتو ببند. صابونه. خب من نمیخوام بیه. یا 500 گام شما رو بار دوزاری. آخه کی تو رو نگاه میکنه؟ همین تموم گوش شده. بده. سالاد بخور. نازنین با سس انار چرا نمیخوری؟ آفرین. مامانی نه باید برم سس انار رو بریزم الان. اینا همه فیلم هم. یه لیگ دیگه هم واقعا. باشه نگاه کن دستتو بذار. دیگه دستشو برای رو عقب برگشتن نداره. احمقی من یه چیزی میدونم یه چیزی میدونی بگو ما هم بدونیم. خب باشه. تو نامرد نیستی ما نامردیم. اوکی آره. نظر خودت هم دیگه به من القا نکن. خودم حق دارم اراده دارم. که من چه مردونگی کردم یادتون باشه حتما این قسمت رو نگاه کنین. ما نامرد فکر کردی به خاطر تو کی؟ کنی من اصلا با ایشون صحبت ندارم.